بسیار عالی. ما 5 گام رو مورد بررسی قرار دادیم. گام ششم و هفتم چون در واقع تحلیل نیست بلکه حرکت به سوی تغییرات در سیاست‌ها و بودجه است، در اینجا مورد بحث قرار نمیگیره، چون موضوع هفته پنجم تحلیل بودجه جنسیت محور بود. اما گام 6 و 7 ایجاد تغییرات در برنامه‌ها و بودجه، 7 نظارت و ارزیابی پیشرفت است. یک گام اختیاری هم در واقع وجود داره، ارزیابی آثار جنسیتی فعالیت‌های بودجه طراحی شده. به خاطر اینکه در واقع می‌خوایم به اندازه‌گیری میزان تأثیر ناشی از جذب بودجه عمومی برای دستیابی به اهداف بپردازیم. در واقع میخوایم ببینیم که آثار جنسیتی بودجه باید سالانه ارزیابی بشه، تمرکز بر نتایج و بهره‌وری استفاده از بودجه باشه، نه به صرف اینکه خب ردیف بودجه اومده کامل ردیف بودجه در اون حوزه مورد توجه اون ردیف مصرف شده. پس بنابراین وقتی میخواییم این تحلیل رو انجام بدیم، میخوایم ببینیم آیا اقدامات انجام شده برای دستیابی به هدف مناسب بوده و کافی هست و منابع و خدمات رو مقایسه میکنیم. تحلیل آثار جنسیتی یک مداخله ناشی از فرایند بودجه ریزی پاسخگو به جنسیت، مطالعه تاثیر اعتبارات بودجه پیشنهادی بر فرصت‌های اجتماعی اقتصادی زنان رو فراهم میکنه که شامل 3 تحلیل بسیار عمده است که باید توجه بکنیم. تحلیل آثار اجتماعی اقتصادی بر گروه‌های جنسیتی خاص، تحلیل احتمالی خسارت در صورت عدم اجرای مداخلات پیشنهادی، تحلیل ریسک در طول اجرا. بسیار خوب، ما این 5 گام رو با هم بررسی کردیم. الان من میخوام به ذکر مثالی بپردازم که به جزوتون میتونید مراجعه کنید و به طور کامل جداول رو مورد بررسی قرار بدید. وقتی این جزوه رو مطالعه میکنید کمک بهتون میکنه که درک بهتری از اجرای این گام ها داشته باشید. این مطالعه بر اساس یک نمونه بسیار واقعی در صربستان انجام شده که این 5 گام رو در واقع بر اساس این برنامه یه بار دیگه مورد توجه قرار میدیم. یادتون باشه گام اول شناسایی مسائل جنسیتی در بخش بود، تحلیل وضعیت. این کاری که در صربستان انجام شده تحلیل مرتبط با برنامه آموزش بازار کار هست و این تحلیل متمرکز بر وضعیت شناسایی مسائل جنسیت در بازار کار هست. وضعیت اشتغال و بیکاری در سال 2006 مورد بررسی قرار گرفته. خب تحلیل وضعیت در بازار کار در صربستان در اون استان مشخص مسائل جنسیتی رو به وضوح نشون داد. با توجه به اینکه بیکاری بالا بود اما نشون داد که بیکاری زنان بسیار بالاتر از مردان هست و سهم زنان در میان خود اشتغال ها بسیار پایین تر از مردان بود. همینطور بازار کار و تقسیم کار با الگوهای جنسیتی سنتی رو همین تحلیل نشون داد. وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حسب جنسیت و تفاوت خاص بین زن و مرد رو مورد بررسی قرار داده. این تحلیل که در واقع جدول 1 داده ها به تفکیک جنسیته که نرخ استخدام بین زنان و مردان رو نشون میده که نرخ استخدام زنان در اون استان صربستان 34%، برای مردان 54%. میبینید که نشون میده که تقریبا اکثریت زنان استخدام نشدن.
نرخ بیکاری 22%، مردان 15%. سهم زنان و مردان بیکار 31 تا 40 ساله 58%، زنان 31 تا 40 ساله بیکار هستند، برای مردان 42%. من میخوام وارد جزئیات بشم. مشابه این آمار رو ما در مرکز آمار ایران هم حداقل برای کل کشور رو داریم. نمیدونم به تفکیک استان و شهر چه میزان این آمار منتشر شده، چون این آموزش روی آموزش کامپیوتر و اینترنت هست. در واقع جدول 2 استفاده از کامپیوتر رو نشون میده که در واقع جدول نشون میده که شکاف بین زنان و مردان جوان بسیار اندک هست. هرچه سن بالاتر میره این شکاف بیشتر هست. گام دوم چی بود؟ خط مبنا، جمع‌آوری اطلاعات در مورد برنامه‌ای که میخوایم تحلیل بکنیم. به طور مشخص این تحلیلی که در صربستان روی آموزش فنی حرفه‌ای اما حوزه کامپیوتر و اینترنت انجام شد، اهداف برنامه شامل موارد زیر بود: حمایت و تشویق توسعه مراکز آموزشی، افزایش سطح دانش افراد بیکار و کسانی که به زودی بیکار میشن با هدف برگشت اونها به دنیای کار، آموزش کسانی که قصد راه اندازی کسب و کار خودشون رو دارن، کمک به شرکت ها با هدف رقابتی کردن شرکت ها از طریق بهبود شیوه های مدیریتی. هیچ هدف صریحی با هدف افزایش برابری جنسیتی در اون لیست اهداف مشاهده نشد. همطور که دیدید من خوندم. فعالیت ها شامل 2 فعالیت بود: آموزش مهارت‌های کامپیوتری در سطح مقدماتی و تخصصی، آموزش کارآفرینان مبتدی. ملاک انتخاب شرکت کننده ها بر اساس این بوده که چه مدت اونها دنبال کار بودن و اولویت با کسانی بود که قابلیت اشتغال کمتری داشتن که به ویژه شامل زنان میشد. شرکت در دوره رایگان بود. هزینه ایاب و ذهاب شرکت کننده ها هم پرداخت شد. زمان برگزاری هم با توجه به نیاز شرکت کننده ها تنظیم شده بود. معیارهای شرکت در برنامه با توجه به نوع آموزش متفاوت بود. برای آموزش مقدماتی کامپیوتر شرکت کننده ها باید بیکار می بودن، سطح تحصیلات متوسطه می داشتن، مهارت کامپیوتری نداشتن و فعالانه هم در جستجوی کار بودن. برای کامپیوتر تخصصی مهارت های کامپیوتری تخصصی مشابه بود، به علاوه این که در واقع باید حداقل دانش کامپیوتری رو می داشتن. به تفکیک جنسیت، تعداد شرکت کننده ها در جدول اومده که در واقع سهم زنان از آموزش های مقدماتی کامپیوتر 82% بوده، در حالی که سهم مردان 18%. آموزش های تخصصی برعکس، سهم زنان رفته پایین. 46% از زنان در آموزش های تخصصی کامپیوتر شرکت کردن، در حالی که سهم مردان بالا رفته 54% بودن. برای کارآفرینان که سهم زنان 42% بوده، سهم مردان 58% بوده. خب جالبه که زنانی که پس از آموزش شغل پیدا کردن 34% بودن و مردان 32%. ولی در واقع مردا و زنایی که بعد از آموزش تخصصی شغل پیدا کردن برای هر 2 تا گروه بالاتر بوده. زنان بهتر تونستن شغل پیدا کنن. 56%
زنانی که آموزش تخصصی دیده بودن شغل پیدا کرده بودن 45% مردان، با اینکه تعداد شرکت کننده های یادمون باشه تعداد زنایی که در دوره تخصصی شرکت کرده بودن کم بود. گام سوم چیه؟ انجام تحلیل جنسیتی از فعالیت ها. داده ها نشون داد که 2/3 شرکت کننده ها آموزش های کامپیوتری رو دریافت کردن، آموزش پایه زنها بیشتر بودن و همینطور هدف هم خیلی بسیار مهم بود که در نظر گرفته بشه اقدام‌هایی با هدف افزایش تعداد زنان شرکت کننده در درس‌های آموزشی کامپیوتری تخصصی باید در نظر گرفته میشد. این طبیعی بود که از دل چنین تحلیلی قابل فهم باشه. مهم هم اینه که بدونیم که نیاز به ایجاد تعادل بین تعهدات حرفه‌ای و خانوادگی تا چه حدی ممکنه مانع حضور در دوره‌های آموزش تخصصی بوده باشه. چون سوال اصلی اینه که چرا زنان تعداد زیادی در دوره‌های پایه شرکت کردن اما در دوره تخصصی شرکت نکردن؟ آیا اعتماد به نفسشون کم بوده؟ تعارضی بین در واقع وظایف خانوادگیشون و وظایف حرفه‌ایشون بوده؟ چی بوده؟ اینها باید در بیاد که طبیعیه که این اطلاعات آمار کمی حتما باید با اطلاعات آمار کیفی که از طریق مصاحبه یا گروه‌های تمرکزی به دست میاد ترکیب بشه. گام 4 چی؟ انجام تحلیل جنسیتی، تخصیص بودجه مربوطه که همونطور که گفتیم ابتدا هزینه هر واحد تعیین میشه که هزینه آموزش مقدماتی کامپیوتر با هزینه آموزش تخصصی کامپیوتر متفاوت بود. هزینه تخصصی کامپیوتر بسیار بالا بود و همطور که گفتیم وقتی هزینه هر واحد در میاد ضرب در تعداد شرکت کننده های زن تعداد شرکت کننده های مرد میشه. چون تعداد شرکت کننده های زن در دوره تخصصی بسیار کمتر بود و تعداد مردان در دوره تخصصی بیشتر بود و همچنین چون هزینه در واقع برگزاری دوره تخصصی گرانتر بود، وقتی کل این آموزش‌های مقدماتی و تخصصی رو محاسبه میکنی، ضرب در واحد میکنی، ضرب در تعداد شرکت کننده ها میکنی، نشون داد که بودجه‌ای که صرف آموزش مردان شد بسیار بیشتر از بودجه‌ای که صرف آموزش زنان شد که اینم نکته است که باز در تحلیل و توصیه ها میشه ازش استفاده کرد. گام 5 توسعه اهداف و توصیه هایی برای بهبود برابری جنسیتی. یه سری توصیه ها بر اساس این تحلیل انجام شد که من تعدادش رو اینجا میخونم، لیست کامل رو میتونید در جزوه ببینید. یافتن علت کاهش شدید تعداد زنان متقاضی در دوره تخصصی مهارت‌های کامپیوتری به منظور تداوم کار. بر این اساس اقداماتی برای رفع موانع احتمالی مورد نیاز است. ارائه اقداماتی برای افزایش تعداد زنان شرکت کننده در دوره‌های آموزش تخصصی. تشویق زنانی که آموزش مهارت‌های اولیه کامپیوتر دیدن تا دوره تخصصی رو بگذرونن. تداوم اجرای آموزش برای کارآفرینان مبتدی زن و مرد. ارائه راهکارهایی برای افزایش مشارکت زنان. نشون داد که تأمین ایاب و ذهاب مؤثر بوده، پس ادامه رویه تأمین هزینه‌های ایاب و ذهاب، تنظیم آموزش بر اساس نیازهای زنان و مردان، ارائه اشکالی از حمایت‌های اضافی به بهره‌مندان مانند زمان کلاس‌های آموزشی، خدمات مهد کودک،
به منظور اطمینان از اینکه آموزش به طور یکسان برای زنان و مردان قابل دسترس. ادامه آمار تفکیکی به طور منظم در مورد شرکت کننده ها در آموزش زنان و مردانی که بعد از دوره آموزشی شغل پیدا می‌کردند. ارزیابی منظم تاثیر فعالیت‌های برنامه بر زنان و مردان، اصلاح برنامه، مشارکت مستقیم شرکت کننده های برنامه، آموزش‌های اضافی برای کارمندان دولتی درگیر در طراحی و اجرای برنامه در مورد جریان سازی جنسیتی، تحلیل جنسیتی و بودجه‌های جنسیتی. پس ما گفتیم که اساساً برای تحلیل 7 گام وجود داشت. 5 گام که مستقیما مرتبط با تحلیل بود شامل گام اول شناسایی مسائل جنسیتی در بخش تحلیل وضعیت، گام دوم خط مبنا جمع‌آوری اطلاعات در مورد برنامه‌ای که می‌خواهید تحلیل کنید، 3 تحلیل جنسیتی از فعالیت‌ها، 4 تحلیل جنسیتی تخصیص‌های بودجه‌های مرتبط، 5 توسعه اهداف و ارائه توصیه‌ها. امیدوارم که مفید بوده باشید. اگر این گام‌ها رو به دقت ببرید جلو، طبق این عمل بکنید، میتونید حتما یک برنامه رو در شهر خودتون مورد تحلیل قرار بدید.